قول میدم این ویدیو هر چی کارخونه تولید ابزار تتو هست رو برشکست میکنه. اینو خدای دیگه هیچ جا ندیدی. میتونی خودت با این ابزار تتو بزنی. فقط یه نکته هست، سوزنی که توی ویدیو استفاده میشه اگر از سوزن آمپول استفاده کنی بهتره و طرح‌های ریزتر و دقیق تری میتونی بزنی. این ویدیو رو اگر رفیق تتو کار داری بفرست براش تا اونم برگاش بریزه، چون واسه ساختنش فقط به آرمیچر و سوزن و باتری و یک دکمه و کلید خاموش روشن نیاز داری که مطمئنم همه اینا توی همه خونه ها هست. خدا وکیلی اگر به دردت خورد ممنون میشیم ویدیو رو لایک کنید و حتما پیشنهاد میکنم ویدیو رو ذخیره کنید تا مراحل ساختش یادتون بمونه. اگر میخواین ترفندهای خفن‌تر ببینید حتما پیشنهاد میکنم ویدیوهای دیگه‌مون رو هم ببینید و پیج ما رو فالو کنید تا یاد بگیرید هر روز با وسایل اضافه خونتون چیزای خوشگل و کاربردی بسازید.